به این 6 مدل آدم اصلا اعتماد نکن. مخصوصا شماره آخر رو حواست بهش باشه. 1. اون که توهین میکنه ولی میگه شوخی کردم. حواست باشه شوخی که اذیت میکنه توهینه، نه شوخی. 2. اون که وقتی نیستی ازت دفاع نمیکنه. کسی که پشتت وای نمیسه نبایدم جلوت بشینه. 3. اون که برای هر چیز کوچیکی سرزنشت میکنه. ببین اینا دنبال حل مشکل نیستن. فقط میخوان یه مقصر پیدا کنن و مشکلات رو روش هوار کنن. 4. اون که حرفش با عملش فرق داره. میگه دوستت دارم ولی رفتارش داد میزنه که دوستت نداره. 5. اون که تو روزای سخت ولت میکنه. روزای خوب رفیق زیاده ولی آدم واقعی رو باید تو روزای سخت بشناسی. و 6. اون که مدام ناامیدت میکنه و انرژی منفی بهت میده. اینا آروم آروم ذهنتو مسموم میکنن و روحتو میخورن.